اسم لیلا شمس است، رئیس شرکت به عنوان شمس صنایع. البته بعد از اینکه من دوره ابتدایی مکتب خود تمام کردم، آمدیم در لیسه ربیع بلخی ما تحصیلات دوره مکتب خود به پایان رساندم. چون رشته مورد علاقه ما ژورنالیسم بود و بسیار علاقه‌مند از این کار بودم که یک روز ما 15 ژورنالیسم تمام کنم و یک در رسانه‌های کشور کار کنم و به نام ژورنالیست یک خانم ژورنالیست باشم. و وقتی پانتون ما به اتمام رساندم و دوره پرکتیک خود تلویزیون ملی آمدم که ما در شروع در برنامه‌های ادبی تلویزیون کار میکردم. یک کارگردان بودم. ما بخش چند برنامه ادبی بوده که ما در اونجا هم نوشته میکردم و هم کارگردانی میکردم و برنامه تلویزیونی بود و دفتر ما بر من مثل یک خانه پدری مواری بود که من روز میرفتم همراه همکارای میشیشتم، اونها را همیشه از خانواده خود فکر میکردم و به بسیار یک شور و شوق علاقه ما به کار خود ادامه میدادم، چون عشق داشتم به کار خود، به مسلک خود. و من یک دمی خانه نشین شدم برای من بسیار مشکل بود. خواستم بر خود یک کار ایجاد کنم. در شروع دیگه من یک دکان گرفتم، از یک پای ماشین شروع کردم. وقتی که خانم‌ها رو میدیدم انگیزه میگرفتم و آهسته آهسته زیادتر علاقه‌مند از این کار شدم. دیگه کار به خانمان نمانده بود بجز از خیاطی، بجز از این مسلک صنایع دستی و من چون استعداد از این هم داشتم و تواناییش داشتم، میتونستم که کار کنم. بسیار شخصیت خوب دارن، خانم مهربان هستند و بسیار کارکن هستند و بسیار فعال جامعه هستند. برای ما بالایش افتخار میکنیم به خاطر این قسم خانم‌ها در این شرایط بسیار زیاد قابل قدر است. بلد شدیم، آموزش‌های زیادی دیدیم، سمینارهای زیادی گرفتیم که هم نمونه‌اش است که مثلا ما در بخش آیم است که شاگرد گرفتیم تربیه کردیم و تقدیرنامه گرفتیم، از خود اتاق‌های تجارت زن‌ها است که گرفتیم، از UNDP است که ما آموزش دیدیم، سمینارها گرفتیم، از لیهای است، از همه مؤسسه‌ای است که ما تقدیرنامه و سند گرفتیم که تونستیم این دوره را به پایان برسانم و یک تجربه از اینا گرفتیم که ما پس تجربه خود برای خانم‌ها و دختر خانم‌ها پیاده کردیم و کار کردیم. امی را برای خود یک انگیزه بسازیم، کار کنیم، زحمت بکشیم، حتما به یک جای میرسیم. وقتی که اگر ما در خانه بشینیم خدا ناتوان فکر کنیم، میتونن این هم کار کنن، میتونن که تولیدات داشته باشن، میتونن که خارج صادر کنن، میتونن خانم افغان، دختر افغان میتونن کار کنن.